اگه گربه داشته باشین به احتمال زیاد حداقل یه بار تا حالا گلوله مویی دیدین که گربه‌تون بالا بیاره. حالا توی این ویدیو میخوایم اصلا بدونیم گلوله مویی یا همون هیربال چیه، چجوری میشه از تولید شدنش توی بدن گربه جلوگیری کرد و میخوایم ببینیم آیا خطرناکه یا نه و اگر خطرناکه چه مشکلاتی ممکنه برای گربه‌مون پیش بیاره. با من همراه باشید. هیربال یا گلوله مویی چیه؟ همونطور که میدونین گربه ها ذاتاً حیوانات خیلی خیلی تمیزی هستن و وقت زیادی رو صرف میکنن که طول روز خودشون رو تمیز کنن. این حیوونا زمانی که دارن خودشون رو تمیز میکنن و لیس میزنن خیلی تصادفی و ناخواسته موهایی که به زبونشون میچسبونه رو به سیستم گوارشیشون وارد میکنن. معمولاً این موها با مدفوع خارج میشه، اما ممکنه این اتفاق نیفته و موهاشون توی دستگاه گوارششون جمع بشه و از بین نره. توی این حالت با استفراغ به صورت یه توده مویی خارج میشه. وقتی موها جمع میشه توی معدهشون یا توی مری شکل گلوله‌ای پیدا میکنه و اگه به معده هم برسه شکلش گردتر میشه. البته ممکنه توده مویی تشکیل نشده باشه و استفراغ به صورت مایع شفاف، کفدار یا زرد همراه با موهایی توی اون دیده بشه. حالا چرا هیربال یا گلوله مویی به وجود میاد؟ این توده مویی ممکنه به دلیل تمیز کردن بیش از حد، حالا به خاطر اضطراب، بیماری، مشکلات پوستی، انگل یا اینطور چیزا یا حرکت غیر طبیعی توی دستگاه گوارش ایجاد بشه. به طور کلی گربه هایی که موهاشون بلندتره بیشتر در معرض ایجاد گلوله مویی قرار دارن تا گربه های مو کوتاه. هیربال خطرناکه یا نه؟ اگر گربه شما بیشتر از یک یا نهایتاً 2 بار هیربال کامل بالا آورد یا استفراغی کرد که همراهش مقداری مو بود، اگر علائمی که دارم بهتون میگم و داشت حتما ببرینش دامپزشکی تا علتش بررسی بشه. علائمی که میگم ایناست: پشت سر هم عق میزنه ولی بالا ممکنه نیاره، اشتهاشو از دست میده یا کلاً غذا نمیخوره یا کم اشتها میشه، استفراغ مداوم داره، بیحال میشه، نشونه هایی توش میبینین که مشخصه که دل درد داره. هیربال در صورتی که توی دستگاه گوارش بیش از حد انباشته بشه و نتونه از طریق مدفوع یا به صورت استفراغ دفع بشه میتونه مشکلات زیادی رو توی گربه به وجود بیاره که علائمی که گفتم مثل استفراغ، درد شکم، کاهش یا عدم اشتها رو به وجود میاره و اگر درمان نشه مشکلات خیلی خیلی جدی برای گربه پیش میاد. اگه گلوله مویی برای مدت طولانی توی روده یا معده گربه گیر کرده باشه ممکنه خیلی سفت بشه و گاهی موقعی که گربه در حال استفراغ گلوله مویی ممکنه اگر این گلوله سفت بخواد بیاد بالا گیر کنه و کلی به مری آسیب بزنه. پس حتما اگر علائمی که گفتم و توی گربه‌تون دیدین ببرینش دکتر. حالا چجوری باید از تولید این هیربال ها تا جایی که میشه پیشگیری کرد؟ اول اینکه حتما روزانه گربه‌تون رو برس بکشین، مخصوصا اگر گربه‌ای دارین که موهاش بلندتره. بعد از شونه کردن با استفاده از یه پارچه یا یه حوله مرطوب یا دستکشایی که مخصوص برس کشیدن یا نوازش گربه است استفاده کنین تا موهای اضافه که روی بدن گربه است جمع بشه. دومی که اگه گربه شما ناحیه‌ای از بدنش رو خیلی بیشتر لیس میزنه ممکنه توی اون ناحیه احساس درد داشته باشه، پس بهتره معاینه بشه. سوم این که تا جایی که میتونین همیشه موی گربه‌تون رو بررسی کنین تا اگر مشکل پوستی خدای نکرده توی گربه‌تون هست خیلی سریع متوجه بشین. و اگر گربه‌تون خیلی خودش رو لیس میزنه سعی کنین علتش رو پیدا کنین. علت ممکنه بیماری باشه، گربه توی حفظ قلمروش به مشکل خورده باشه، تغییری توی خونه دادین که باعث استرس توی گربه‌تون شده. اگه گربه دیگه دارین ممکنه رقابت سر ظرف خاکش یا غذاش براش پیش اومده باشه و خیلی مشکلات دیگه. اگر
علت رو پیدا کردین در اسرع وقت حلش کنین. گزینه بعدی اینه که به تحرک روده گربتون کمک کنین. برای این کار میتونین خوراکی هایی بهش بدین که حاوی فیبره. اینا رو به غذاش اضافه کنین تا بتونین به تحرک رودش کمک کرده باشین.